گفتگوی کارشناسان سازمان ملل روز 20 اپریل از افزایش تشنج در شرق تاجیکستان اظهار نگرانی عمیق کرده به حمایت از اقلیت‌های پامیری و رعایت حقوق انسان در ولایت مختار کوهستان بدخشان دعوت کردند. در این باره سامانه رسمی کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق انسان خبر داد و در بدخشان ماه نوامبر سال 2021 در پی کشتار یک ساکن محلی از سوی نیروهای امنیت به تشنج پیچید. حکومت به اعتراضها در بدخشان واکنش شدید نشان داده به این منطقه مختار نیروهای اضافی فرستاده و چاره‌های دیگر به مثل قطع دسترسی به اینترنت را روی دست گرفت. کارشناسان سازمان ملل میگویند از جانب مقامات تاجیکستان صرف نظر کردن طلبات اقلیت‌های پامیری و افزایش حضور حربی در ولایت مختار کوهستان بدخشان در صورت چاره نااندیشیدن میتواند به مناقشه خشونت آمیز بیاورند. ما از کوشش‌های سرکوب اعتراض‌های اقلیت‌های پامیری با راه حبس افراد، استفاده بیش از حد و غیر قانونی نیرو و دخالت حربیان عمیقا نگرانیم. ما همچنین از مقامات دعوت میکنیم تا جهت پیشگیری از گسترش تعقیبات نسبت به اعتراضگران پامیری چاره بیندیشند. کارشناسان سازمان ملل پیرامون بعد اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 تقویت یافتن حضور حربی و تقویت پاسگاه‌ها در شهر خوروغ نیز اظهار تشویش کردند. 25 نوامبر سال 2021 گلبدین زیابکوف، یک جوان پامیری، از جانب نیروهای امنیتی تاجیکستان مورد شکنجه قرار گرفته کشته شد. خود همان روز هزاران نفر در خوروغ، مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان، به نشان اعتراض به قتل این جوان تشکیل گردهمایی کردند. بنا به گزارش‌ها نیروهای دولتی بالای اعتراضگران تیر کشیدند و باز 2 اعتراضگر کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. بنا به اطلاع کارشناسان سازمان ملل بعد آن حادثه‌ها 10 تن از اعتراضگران بازداشت و به مهلت تا 4 سال محکوم به زندان شدند. بنا به گزارش‌ها از بدخشان بازداشت‌ها تا حال ادامه داشته اعتراضگران را از حق ترک منطقه محروم کردند. کارشناسان سازمان ملل از آن اظهار نگرانی کردند که تا حال اعمال آن مقامات امنیتی که در بازداشت و کشتار زیابکوف دست داشتند و هم آنهایی که بالای اعتراضگران تیر کشیدند تفتیش نشده است. کارشناسان سازمان ملل میگویند این همه در یک دوره خطرناک است که نمایندگان فعال اقلیت‌های پامیری را مقامات در مطبوعات همچون جنایتکار تصویر میکنند. این کارشناسان همچنین از استفاده اصول قطع دسترسی به اینترنت برای سرکوب اعتراضها اظهار نگرانی کرده گفتند مقامات تاجیکستان باید به آزادی گردهمایی‌ها و آزادی بیانات احترام گذارند. به عقیده آنها قطع اینترنت به دسترسی جوانان و طالب علمان پامیری به تأثیر منفی گذاشت. روز 21 مارس سال 2022 دسترسی به اینترنت در بدخشان برقرار کرده شد، ولی تنها در سطح محدود 2 جای. کارشناسان سازمان ملل از برقرار شدن دسترسی به اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان استقبال کردند، ولی از حکومت مرکزی تاجیکستان دعوت کردند تا جهت پیشگیری از مناقشه‌ها با رعایت معیارهای بین المللی حقوق انسان چاره‌جویی کنند. مقامات تاجیکستان باید امین حالات دست به کار شوند که دیر نشود، گفتند آنها. کارشناسان سازمان ملل گفتند که پیرامون این موضوع با حکومت تاجیکستان در تماس هستند.